أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلم يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم والذي حج الحجيج لبيته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، در جلسه قبل ارکان حج را خدمت شما معرفی کردم و مطالبی را درباره احرام که یکی از ارکان حج بود خدمت شما عرض کردم. در جلسه امروز می‌پردازیم به انواع احرام و در واقع انواع حجی که انسان نیت می‌کند و عملاً آن را انجام می‌دهد. حج یا احرام و نیت به حج سه گونه و سه نوع هستند. اولیش حج افراد هست، یعنی این که حاجی فقط و فقط نیت حج را دارد، نیت عمره را ندارد، فقط برای این که اعمال حج را انجام بدهد نیت می کند و حج مفرده را در واقع می خواد که انجام بدهد بدون از این که عمره ای رو در کنار این حج انجام بدهد. پس بنابراین احرام این حج هم فقط همون حج مفرده هست. مثلا این که نیت می کند لبیک اللهم بحج، فقط و فقط نیتش انجام حج هست و برای عمره نیت نمی کند. این نوع اول هست که معروف هست به حج افراد یا حج مفرده، یعنی این که فقط حاجی میخواد حج را انجام بدهد و عمره را انجام ندهد. و نوع دوم حج، حج قران هست. قران یعنی همراه کردن، قرین کردن دو چیز در کنار یکدیگر. این نوع حج یعنی این که حاجی نیت می کند که حج و عمره را در کنار هم و با یک احرام و یک نیت انجام بدهد. این را میگویند حج قران و نیتش هم این گونه هست که مثلا نیت می کند و میگوید لبیک حجا و عمرتا، حج و عمره را با هم و با یک لفظ و در یک احرام و سفر هر دوتا را نیت می کند. این نوع دوم حج و احرام هست. نوع سومش حج تمتع هست. تمتع یعنی این که انسان حاجی هم نیت عمره را دارد و هم بعدها نیت حج را دارد، منتها فعلا نیت عمره را انجام می دهد. نیت می کند که فعلا عمره را انجام بدهد و زمانی هم که به مکه می رود از احرام بیرون می آید و بعد از این که ایام حج شروع بشوند، یعنی روز 8 ذوالحجه، بار دیگر دوباره احرام می بندد برای حج. در یک سفر نیت حج و عمره را هر دوتا را دارد، منتها از میقات احرام می بندد برای عمره و عمرهش را انجام می دهد و بعد از این از احرام بیرون می آید و هنگامی که ایام حج آغاز بشوند در اونجا دیگه دوباره احرام می بندد برای حج. این نوع حج را می گویند که حج تمتع، بدین خاطر که در میان عمره و در میان حج انسان حاجی
تمتع میجوید، یعنی این که استفاده میبرد از محرماتی که در هنگام حج جز محرمات و ممنوعات بودن در هنگام احرام، بعد از این میتواند که آنها را در واقع انجام بدهد و در میان حج و عمره این فرصت برایش مهیا می شود. این نوع سوم حج هست و برترین نوع در واقع حج هم همین نوع سوم هست، یعنی حج و عمره. اما درباره سنت های احرام، زمانی که انسان احرام میبندد چه سنت ها و چه آدابی را باید مراعات بکند؟ و قطعا برای این که حج یک حج کاملی باشد، حج درستی باشد، ثواب حج ما کاملتر و بهتر باشد و به درگاه الله متعال شانس پذیرش بیشتری را داشته باشد، باید تمامی سنت ها و تمامی آداب حج را باید ما مراعات بکنیم. قبل از این که انسان میخواد احرام ببندد باید غسل بکند و خودش را پاکیزه بکند، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از احرام آنگونه که زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه در سنن ترمذی روایت کرده ایشان غسل میکردند. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم به زنانی که در حالت عادت ماهیانه بودند و با غسل در واقع پاک نمیشوند، باز هم رسول الله صلی الله علیه و سلم به این زنان دستور میداد که باید غسل بکنند. ان النفساء والحائض تغتسل و تخذ المناسك كلها غیر انها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که زنی که در حالت عادت ماهیانه هست یا بعد از نفاس هست باید غسل بکند و تمام اعمال حج را باید انجام بدهد، غیر از این که طواف را باید انجام ندهد. این در حالتی که در حالت عادت ماهیانه هست این باید وارد مسجد نشود و این طوافش را در واقع باید به تأخیر بیندازد. و یکی دیگر از سنت های احرام عطر زدن هست، یعنی زمانی که حاجی غسل می کند و قبل از این که در واقع احرام ببندد و نیت حج را در واقع داشته باشد، نیت حج یا عمره را، در اینجا می تواند بدن خود را خوشبویی و عطر بزند. البته به یک نقطه در اینجا باید توجه بشود که این عطر و خوشبویی را باید در بدن خود استفاده بکند، یعنی بر روی دست و صورت و بقیه جاهای بدن خود مجاز هست که این عطر را استفاده بکند و بلکه سنت هست. منتها لباس احرامش را نباید عطر بزند، فقط و فقط در بدن خود و در دست و صورت باید این عطر و خوشبویی را استفاده بکند. زیرا که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگوید که کنت اطیب رسول الله صلی الله علیه و سلم لاحرامه، من رسول الله صلی الله علیه و سلم را زمانی که احرام میبستند من خوشبویی میزدند. این روایت در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست. پس بنابراین استفاده خوشبویی قبل از احرام در بدن یکی از سنت ها و آدابی هست که انسان مسلمان و محرم باید این نکته را در واقع در نظر داشته باشد. و یکی دیگر از سنت های احرام پوشیدن لباس احرام به عنوان ازار و ردا هست، یعنی این که حاجی دو تکه پارچه را که بهتر هست که رنگشان سفید باشد به عنوان ازار و ردا، یکی پایین تنه خودش را بپوشاند و دیگری را بر روی دوش خودش می اندازد که به عنوان ردا در واقع استفاده می شود و نامش ردا هست. پس بنابراین هم غسل کردن و هم عطر زدن و هم پوشیدن دو تکه پارچه به عنوان ازار و ردا، تمام اینها جزء سنت هایی هست که انسان مسلمان باید اینها را مراعات بکند و بهتر هست که لباس احرام لباس سفیدی باشد، زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند البسوا من ثيابكم البياض، لباس سفید بپوشید و در ادامه همین روایت فرمودند که حتی مردگانتان را هم در همین لباس در واقع کفن بکنید. و یکی دیگر از سنت ها و آداب احرام این است که انسان قبل از احرام بستن وقتی که غسل می کند موهای زاید بدن خودش را بزداید، دور بکند، ناخن‌هایش را کوتاه بکند، زیرا که امکان دارد که در این مسیر سفر این
حالت احرامش طولانی باشد، پس بنابراین بهتر هست که این موارد را انجام بدهد تا اینکه در زمان احرام و در مدت زمانی که احرام بسته نیازی پیدا نکند که در واقع مویش را کوتاه بکند، سبیلش را کوتاه بکند یا اینکه ناخن‌های خود را بگیرد. این اعمال را قبل از این باید انجام بدهد. و همچنین یکی از سنت های احرام این است که انسان بعد از یک نمازی احرام ببندد. اگر وقت نماز فرض هست مثلا صبر بکند، نماز فرض را ادا بکند و بعد از نماز احرام ببندد، یعنی نیت آغاز عمره یا حجش را بعد از نماز آغاز بکند. بعد از نماز نیت بکند که من از این لحظه به بعد وارد مناسک حج و وارد احرام شدم. و بعد از این که تمام این کارها را انجام داد، این مقدمات، غسل کرد و خودش را عطر زد و لباس احرام را در واقع پوشید، آنم بعد از نماز. و برخی از علما هم در این زمینه گفتند که اشکال ندارد که برای احرام هم 2 رکعت نماز بخوانند، منتها از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم نمازی به عنوان نماز احرام ثابت نیست. ترغیب شده که اگر بعد از نماز فرض باشد بهتر است، زیرا که رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از نماز فرض احرام بستند. اما اگر کسی قبل از احرام 2 رکعت نماز بخواند باز هم هیچ گونه اشکال و ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد. بعد از تمام این موارد وقت نیت کردن هست، یعنی شما فقط و فقط از زمانی که نیت میکنید محرم شمرده میشوید. با پوشیدن لباس احرام شما محرم نیستید. بعد از این که لباس احرام را پوشیدید باز هم میتوانید که ممنوعیات احرام را، محظورات احرام را انجام بدهید. اما به مجرد این که نیت کردید که من از این به بعد در احرام هستم و حجم در واقع آغاز شده، بعد از نیت شما دیگه اون ممنوعیات احرام را و محظورات احرام را نمیتوانید انجام بدهید. بعد از این که انسان مسلمان غسل کرد و لباس احرام را پوشید و نیت احرام را در قلب خودش داشت، مثلا گفت که لبیک عمرة یا لبیک حجا، لبیک عمرة و حجا، بعد از این لبیک را باید آغاز بکند و جز یکی از سنت ها هست که این دعا را ورد زبان بکند: لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. و این دعا را و این لبیک را باید هنگامی که بر روی سواری و مرکب سوار می شود از اونجا آغاز می شود، در مسیر راه، در هنگام تحول حالات، در سراشیبی ها، در سرابالایی ها و در هنگام فرود آمدن یا سوار شدن و در هر لحظه این ذکر را و این ورد را باید تکرار بکند که این واقعا شعار توحید هست: لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. و به این گونه در واقع حج انسان مسلمان آغاز شده تا اینکه به مکه مکرمه برسد و بقیه اعمال حج و عمره را انجام بدهد. بقیه اعمال را انشاءالله در جلسات بعد خدمت شما مفصلا توضیح خواهم داد. برای این که حج یک حج صحیحی باشد و موافق و مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد چه کارهایی را انجام بدهیم، اینها انشاءالله در جلسات بعد خدمت شما بزرگواران بیان خواهد شد. تا آن زمان تمام شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلموا يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان